دوستان عزیز، این لحظه من معجزه با همراهی امردین برایتان با سرباره یک موضوع مهم سخن میگوییم. موضوع امروزه ما یوری اولین هنگام گزیدن حشرات و پیشگیری آن می باشد. خب من و امردین یک چند راه‌های پیشگیری آن را میدونیم و این لحظه برای شما نیز پیشنهاد میکنیم. با دقت گوش کنید، خیلی مفید است. همسالان عزیز، به همه ما معلوم است که در روزهای تابستان صف پشه خموشک و زنبورها خیلی زیاد می شوند. همین طور نه؟ بله، همین طور است. اینچنین در طبیعت باز گروه حشرات های ضرررسان یعنی پارازیت های هستند که به انسان زیان می آورند. این گونه پارازیت ها کیک و کنه هایند که در همه باغ و گلدشت ها صف زیاد دارند. ما باید خود را از آنها امین داریم. خوب دوستان، البته پشه مگس و مورچه بدن آدم را نش نمیزنند، اما آنها میل خوراک‌های ما را دارند که با این طریق ضرر خود را به انسانیت به چون و چرا میرسانند. بنابراین هر آن چیزی که شما استعمال میکنید حتما شسته بخورید. بالای طعام و نوشاکی‌هایتان را بپوشانید. این را هرگز از خاطر نبرارید. اما همه ما میدانیم که خموشک و زنبورها بدن انسان را میگزند. اساساً ضرر این گونه حشرات ها به انسان در روزهای فصل تابستان زیادتر دیده می شود. همسالان عزیز، اگر خواهید که ضرر حشرات به شما نرسد، به مصلحت‌های من خوب گوش کنید. اولا که در روزهای گرمی تابستان حرکت کنید. از شیرینی ها کم استفاده ببرید. حشرات ها شیرینی را خیلی دوست می‌دارند. بهترش میوه یا سبزیجات تر و تازه را استعمال بکنید. پیش از سیر و گشت برآمدن کوشش کنید که بدنتان را شسته لباس تازه بپوشید. در باغ و گلگشت ها خموشک و زنبورها کیک و کنه ها خیلی زیادند. آنها افلاسی و بوی‌های گوناگون را نیز خیلی دوست می‌دارند، مخصوصا زنبورها. بله، معجزه درست میگوید. بنابراین کوشش کنید که لباس بویناک و عطردار را به بر نکنید وگرنه دقت حشرات ها را به خود جلب میکنید. دوستان، اگر شما را مبادا زنبور گزیده ماند، هرگز نترسید. نش زنبور ضرری ندارد. با مرور زمان خود از خود معالجه می شود. اگر جای نش زنبور وره می آورد، زود به اطراف جای زخم محلول یود 1% را بمالید. یود نش زهرآلود را به بیرون می برارد. فراموش نسازید اگر از نش زنبور یک چند جای بدنتان ورمی را آورد، این الکی اشاره بیماری‌های پوست است. در این حالت به شما یاری دکتری بیماری‌های پوست لازم می آید. هنگام از سیر و گشت برگشتن حتما لباسهایتان را از بدن کشیده تکانید و خوبک آبازی کرده خود را آزاده بکنید. اگر خواهید که خموشک‌ها شبانه به بدن شما نش نزنند، از صابون و محلول‌های بی‌بوی استفاده ببرید. خموشک‌ها هم بوی‌های گوناگون را دوست می‌دارند. البته به همه‌مان معلوم است که جای نش خموشک‌ها به پوست خارج می‌دهد و خود را خیلی ناراحت حس می‌کنیم. در این حالت چی باید کرد؟ اگر شبانه خارج زیاد اذیتتان بکند، متای پختگی را گرفته در آب خنک‌تر کرده به جای نش زده بمانید. در این حالت خارج پوستتان نصف می‌شود و شما به چون و چرا خواب می‌کنید. انا این بود یک چند مصلحت هایی که به شما پیشنهاد کردیم. فکر میکنیم که برایتان پسند آمد و از آنها ثمرانک استفاده خواهید برد. خیر تا وقوعی آینده. همیشه سلامت و بردم باشید. خیر.